سوالاتی مریضا دارن در مورد مراقبت‌های اولیه بعد از تعبیه باتری قلب. خب هر دکتری روتینش فرق میکنه. این فیلمی که ضبط میکنم مربوط به روتین بیماران خودم هستش. اولین سوال مریضا اینه که من دستمو تا چقدر حرکت بدم. دستشون رو میگیم که بیشتر از سطح شانه خیلی بالا نیارند. مثلا در چند روز اول بعد از جراحی چون مقداری درد دارن حرکت زیاد نداشته باشه دستشون، ولی اینطور هم نباشه که دستشون رو حرکت ندند. چون اگه دستشون رو حرکت ندن دچار خشکی شونه میشن و بعدش نیازمند فیزیوتراپی و کاردرمانی پیدا. من به مریضام 4 تا 5 روز آنتیبیوتیک میدم. این 4 تا 5 روزی که خوردن کافیه و نیازی نیست بیشتر از این آنتیبیوتیک بخورند. پانسمانی که روی زخمشون میذاریم سری اول پانسمانی میذارم که ضد آب هست و شفاف پلاستیکیه. این فقط روز اول روی زخمشون باشه کافیه. بعد از روز دوم سوم میتونن فقط یک پانسمان با گاز خشک بذارن و با چسب ضد حساسیت گاز رو بچسبونن. و اگه خیلی حساس بودن پانسمان‌های ضد آب رو فقط موقعی مصرف کنن که میخوان برن حموم. یعنی پانسمان ضد آب رو میچسبونن روی زخمشون، میرن حموم، از حموم که اومدن بیرون پانسمان ضد آب رو میکنن و فقط دوباره یک گاز خشک با چسب ضد حساسیت میذارن روی زخمشون. من خودم معمولاً دوخت آخرم رو به صورت زیرپوستی میزنم و با نخهای قابل جذب. بنابراین نیازی به کشیدن بخیه نیستش. ولی اگه موردی باشه که زخم یکم فاصله داشته باشه و اون بیمار رو استثناً بخیه پوستی زده باشم، این بیمار ما میگیم حدود 15 روز بعد از عملش، یعنی 2 هفته بعد از عمل، برای کشیدن بخیه مراجعه بکنه. که اونم من معمولاً به مریضایی میگم به نزدیکترین درمانگاه و کلینیکی که نزدیک خودتون هست مراجعه کنید و همونجا بکشید و نیازی نیست که بیان پیش خودم. مریضایی که عمل میشن قبل از اینکه مراجعه کنن با شماره 0935 1700 167 که همون شماره موبایل مطب هست و دست منشی مطب SMS بزنن، نوبت ویزیت براشون میذارن برای اینکه مورد اورژانسی باشه. حالا چه مواردی برامون اورژانسی هستش؟ اگه مریضی گرش باتری گذاشتیم دست بزنه محل زخمش قلچ قلچ بکنه و حباب هوا زیر پوستش باشه، بهتره که زودتر مراجعه کنه. اگه نفس تنگی شدید داشته باشه بهتره زودتر مراجعه کنه. اگه از محل زخمش، از لای زخم خونریزی داشته باشه به منشی بگه و بگه که همچین مشکلی دارم و خیلی زودتر مراجعه کنه. اگه دستگاه شوک داده باشه خیلی زودتر مراجعه کنه و بهتره که اینجور موارد رو اگه موردی بود توی SMSی که میزه به منشی ذکر بکنه. با گذاشتن باتری قلبی داروهای بیمار تغییری نمیکنه مگه در موارد خاصی. بنابراین داروهاشون رو باید بخورند. ولی من معمولا به مریضایی که باتری قلب میذارم میگم روز اول بعد از عمل داروهایی که باعث خونریزی میشه مثل وارفارین، مثل ریواروکسابان، مثل آپیکسابان رو نخورن تا دچار خونریزی نشن. البته اینا هم استثنا داره، ولی به مریضا و همراه مریضا یا توی بخش میگم به پرستار که بهشون بگه. و اگه مریض نمیدونست SMS بزنه از منشی بپرسه که من دارومو از کی شروع بکنم. این نکات اولیه است. نکات کاملتر رو توی فیلم‌های دیگه که توی سایت هم هستش گذاشتم و نکات آموزشی دیگه هم بعداً ضبط میشه که ارائه میدم.